به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان، 1176مین برنامه رو تقدیم میکنم خدمت شما با 24مین قسمت از فرمایشات آقای دکتر فریدون جواهری که نقشه 9 ساله رو ایشون داره توضیح میده. 24مین قسمت رو دارم من تقدیم میکنم خدمت شما عزیزان. خب این قسمت خیلی کمه، ولی سند اذعان ایشون به ساختار اطلاعاتی و قرائت منطقه و ارسال اطلاعات، تجمیع در واقع وضعیت موجود محدوده جغرافیایی که اون ساختار سازمانی داره فعالیت میکنه و ارسال این اطلاعات، یعنی همین جمع آوری، قرائت منطقه، تمام اینا رو توی این خدمت شما عرض شود که 34 ثانیه عزیزان مشاهده میکنم. برای همین من تکه تکه کردم. یعنی خیلی ایشون دم خروس داده بیرون، اصلا کلا ایشون دم خروس زیر عبای بیت العدل. یعنی این سخنرانی ایشون و خود ایشون با این جملاتشون دم خروسیه، فقط یکی از پرهای در واقع گوشه ای از پرهای اون خروسیه که زیر عبای بیت العدل در واقع وجود داره و زده بیرون. گوش کنن عزیزان. به دنباله میفرمایند که اما صرف نظر از این تفاوت، ببینید این متن رو تو نقشه 9 ساله امسال آورده ها، اونجا گفته توی این 9 سال باید جاسوسی کنید ها. افرادی که عزیزانی که در واقع نیروهای امنیتی و حارس در واقع درون مملکت و این مسئولیت ایجاد امنیت در درون مملکتی، و هر کسی میاد یه نقدی میکنه فلان، مثلا اینجا من دارم هشدار میدم، این آقا داره به بهائیای ایرانی میگه آقا قرائت منطقه کنید. مرجع ارسال قرائت منطقه کجاست؟ اسرائیل. این داره اینو میگه. کی داره میگه؟ مقام مسئول از روی متنی که بیت العدل تصویب کرده خطاب به بهائیای ایران که اقدامات انفرادی یادتون نره. تبلیغ انفرادی همونی که جلسات گذشته میخندید میگفت، من توضیح دادم. یه بار اینا رو بشون. چالش قائمین به خدمت در تمام محدوده های جغرافیایی یک وجه مشترک داره و اونم این است که باید واقعیت های محدوده جغرافیایی خود رو قرائت کنند و از خود سوال کنند که با توجه به امکانات و الزامات موجود اهداف مناسبی که در دوره یا دوره‌های آینده، یعنی در چند ماه و یا در سال آینده، باید دنبال بشه کدومه. دقت کردید؟ یعنی قرائت منطقه بکن، بعدن حالا اون نمیگه کجا اینا رو باید ارسال بکنی، تعیین تکلیف بکنن برای تو که سال آینده بر مبنای قرائت منطقه الان باید چه اقداماتی رو انجام بدی برای رسیدن به اهداف نقشه. این سند جاسوسیه دیگه، سند اقدامات اطلاعاتی. عزیزا وقتی میگم جاسوسی یعنی مسامحتاً دارم میگم. اون رموز خفیه رو در نظر بگیرید. اون رموز خفیه یه لفظیه که حاکم بر هم اقدامات در واقع کسب اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده از اونجا شامل میشه تا اطلاعات خصوصی افراد از شماره تلفن، وضعیت اینها از جهت روحی، روانی، خانوادگی. قرائت منطقه یعنی قرائت تمام آن چیزی که در محدوده جغرافیایی هست. حالا یه بار دیگه عزیزان گوش کنن از اول، بعد حالا من یه لینکی رو توی همین پست، یعنی هر جا که این فیلمو بذارم زیرش این لینک رو میذارم، تمام اسناد مربوطه به قرائت منطقه که تو پیام‌های بیت العدل عین این قسمت گفته قرائت منطقه کنید، توی اون لینک من نشون میدم خدمت عزیزان. حالا نه همین الان من در واقع لینکشو بیارم و عزیزان خدمت شما عرض شود که ببینن. ببینید در این لینک که این فیلمو من انقدر قبلا نشون دادم دیگه ساییده شده. توی این لینک در واقع من اومدم گفتم اسناد اقدامات اطلاعاتی دار و تبلیغ و زیر مجموعه شامل قرائت منطقه. حالا یه فیلمی رو اینجا گذاشتم، همین حرفایی که ایشون گفته
توی پرشین BMS توی 1 دقیقه اونجا هم همین حرفو زده و دونه 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 اینجا عزیزان دارن میبینن پیام بیت العدل خدمت 9/11/2018 اینا رو هایلایت کردم و دونه دونه رفتم جلو. سند 4م، سند 5م عزیزان همینجوری دارن میبینن، همینجوری دارن میبینن، میره پایین. ببینید یه دونه تمام، ببین تمام اینا هست در واقع کتاب انوار هدایت. از انوار هدایت دونه 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 اقدامات اطلاعاتی انجام بدن و ارسال اینها به خدمت شما ارسالت که بیت العدل. این دونه دونه اینا رو میبینید، دونه 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 دونه. ببینید الان همینجا دقت کنن، سند 309 انوار هدایت صفحه 409 عزیزان دارن میبینن. اطلاع یعنی جزء وظایف دارالتبلیغ و زیر مجموعش. دقت کنید، وظیفه دوم وظایف محوله به این مؤسسه نوبنیاد در حال حاضر عبارتند از نوبنیاد یعنی 1973 73 درست شده، بلافاصله که 73 درست شده تعیین وظیفه کرده، تا الان هم این وظیفه رو اینا دارن، همین وظیفه رو ایادیان امرم داشتن. اطلاع کامل یافتن از موقعیت امرالله، همونی که ایشون الان گفت. این پیام بیت العدل دستخط 8 جون 1973 معهد اعلی، خطاب به احبای دنیا. اطلاع آقا کی میگه اینا اقدامات اطلاعاتی و قرائت منطقه میکنن؟ 100 تا پیامه که من چند تاشو اینجا آوردم، این یکیشه. اطلاع کامل یافتن از موقعیت امرالله در کلیه نقاط دنیا و قادر بودن بر اساس و با استفاده از این آگاهی ها جهت تهیه و ارسال گزارش ها و توصیه هایی به بیت العدل اعظم. این 1973 داره میگه ها، این مال زمان شاه ها، این 1352 ها. این همون موقعیه که آقای پرویز ثابتی علیه ما علیه داره میگه من حواسم به همه چی بود. یه دونه گزارش راجع به اینی که ساختار تشکیل بهایی داره جاسوسی میکنه و اطلاعات این مملکت رو میفرسته به اسرائیل. شما یه دونه ساواک میانه، یعنی اون در واقع طبقه میانی گزارش داده همون 1972-73 که آقا رجیستر کردن امسال رسما نهادهای اداری تشکیلات بهایی رو توی اسرائیل. مراقب باشید به خاطر تحبیب قلوب اینا این کارا رو نکرده باشن. تو 3 عرصه سیاسی، امنیتی، اقتصادی اسرائیلیا نفوذ نکنن تو این مملکت. حواسش نیست پرویز ثابتی اون بالا اصل جنسه. یه دونه از اینا رو اقدام نکرده آقای پرویز ثابتی. تو همین گزارشی که الان 6 جلسه من و تو پخش کرده، یک کلمه از اقدامات ضد امنیتی در ارتباط با موساد و سیا نمیبینی. اونا کمککار طرفن، اصلا این عامل اونه. یعنی آقای شاپور ریپورتر میاد و دل شاه رو محکم میکنه، مسئول MI6، که اون تیمور بختیار آیا مرده یا نمرده. اصلا اینا زیر بغلای حکومت شاه رو اینا گرفتن، موساد گرفته. مملکت دست موساد بوده، مملکت دست MI6 بوده و بزرگترین شبکه اطلاعاتی تشکیلات بهایی بوده که تا روستاهای ما هم نفوذ داشته. اینم سندش سال 1970. اینا از اول هم این کاره بودن. یعنی آقای عبدالبها گفته رموز خفیه رو، این خط رو عبدالبها داده. اصلا ساختار اطلاعاتی و جاسوسی بوده. سال 1900 همون ایام حضور اینها در واقع دولت عثمانی و امپراتوری عثمانی، رموز خفیه رو اونجا گفته در بیارید دیگه. رموز خفیه رو اونجا در می آوردن میفرستادن برای انگلستان، برای ضربه زدن به امپراتوری عثمانی. برای همین اون شاه عثمانی میگه من الان دارم میرم جنگ، زنده برگردم اول آقای عبدالبها رو اینجا آویزون میکنم. برید خودشون گفتن دیگه تو تاریخ 9 ساله عکا آقای دکتر یونس افروخته. پس ببینید اطلاع مترصد فرصت‌ها و امکانات بودن، چه در درون جامعه بهایی و چه در بیرون آن. یعنی قرائت منطقه باید بکنیم، چه داخل چه خودمون بفهمیم تو خودمون چه خبره. اینم جرمه. تو میگی 500,000 تا شهروند بهایی داری، اطلاعات 500,000 تا شهروند بهایی
معقولش اینه تو محفل ملیتون باشه، نه تو اسرائیل. تازه اونم نباید انجام بدی، باید نهادهای اطلاعاتی مجوز رسمی گرفته باشی با قانونها، با مستندات قانونی که این که نیستی چی به جهت اتساع فعالیت‌های تبلیغی به نواحی مستعد و محتاج و جلب توجه بیت العدل اعظم و نیز هیئت‌های مشاورین قاره‌ای به این امکانات همراه با توصیه‌های مناسب جهت عمل و اقدام. ببینید اینا یه دونه از این سندها من همینجوری نقل و نبات ریختم شما راحت. یعنی من پدرم در اومده دونه دونه اینا رو جمع کردم توی این لینک زیر همین پست میذارم. حالا نگاه بکنید به جوونهاشون دارن جاسوسی یاد میدن. این مال همین 1-2 سال پیشه و توی ایران دارن این کارا رو میکنن و به خاطر همینا اینا رو میگیرن. گوش کنن عزیزان. آره قبلا هم همیشه بهم میگفتن که باید موقعیت رو قشنگ بسنجی. قرائت از منطقه. دقت کردید؟ همونی که همون آقا گفت. استادونه گفته فرمان بیت العدل، آقای عبدالبها گفته، اینم الان همون چی اونا ریختن داره جمع میکنه. چی؟ قرائت؟ اینم پرشین BMS ها، یعنی در واقع رسانه رسمی جامعه جهانی بهایی از منطقه. بله. یعنی چی؟ من فکر میکنم یعنی که بدونیم مثلا تو جایی که هستیم، موقعیتی که هستیم، چه اتفاقایی داره میفته، چه آدمایی هستن، چه روحیاتی دارن، قضاوت نکنیم بعد اقدام کنیم. نه دیگه بخوای جمله کلمش هم معنی کنی قرائت میشه خواندن. منطقه هم که یعنی منطقه رو بخونی قبل از اینکه وارد اون منطقه بشی. قبل اینکه وارد اون منطقه بشی منطقه رو بخونی، یعنی نامحسوس وارد اون منطقه شدی. کیا این کارو کردن؟ با مجوز کی مسئولیت رو داره؟ دیدی تو پیام بیت العدل دارالتبلیغ ایادی خودشو میفرسته تو منطقه، قرائت منطقه میکنن بدون اینی که با مسئولی هماهنگ کنن. تو رفتی قرائت منطقه کردی تو محدودهای جغرافیایی، هیچ چیزی به هیچ کسی نگفتی بدون اجازه. خب میشه اقدامات امنی، در واقع اطلاعاتی ضد امنیتی. غیر اینه به چه دردی میخوره؟ برای چی همچین کاری من بکنم؟ خیلی مهمه، تو خیلی کمکت میکنه که اون وقتی تو اون منطقه رو بشناسی خوب، خیلی فعالیت هایی که میتونی تو اون منطقه کنی، هر گولی که تو اون هر هدفی که داری که تو اون منطقه میخوای انجامش بدی خیلی راحت‌تر میتونی انجام بدی. من پرشدم BMS، یعنی هر هدفی که داری، هدف چیه؟ اقدام اساسی با تزویر اقدام اجتماعی. یعنی خیلی دیگه من زیاد توضیح نمیدم. حالا با توجه به این مطالب که من حالا تقدیم عزیزان کردم، میریم به سراغ پخش کردن سخنان ایشون. حالا با خداوکیلی ببینید مطالعه سیستماتیک، یعنی اینایی که من دارم میگم هیچ جا گیرتون نمیاد. یعنی یه مطالعه سیستماتیکی که کردم و انگیزم خود بهائی‌ها دادن دیگه. مدام همینی که هی میزدن میگفتم حتما یه چیزی توش داره که اینا دردشون اومده. پای من از فضای در واقع یوتیوب بریدن، همینو بگیرم برم جلو. تا اینستاگراممو زدن، این یه داستانی داره که اینا دارن میزنن و حاصل شده اثبات در واقع اقدامات اطلاعاتی اینها در راستای در واقع سلب تمامیت ارضی هر کشوری. تمام اینا دیگه فنی ها، مثلا نمیگم جاسوسی، اقدامات اطلاعاتی برای براندازی در یک کشور در محدودهای جغرافیایی و قرائت منطقه و ارسال اینا به اسرائیل. تمام اینا رو من الان گفتم دیگه. ارسال به اسرائیلش از کجاست؟ اون پیام 1973 بیت العدل که میگه دارالتبلیغ اعوان و انصار و زیر مجموعه‌اش، یعنی مساعدین، خدمت شما عرض شد که معاونین اینها، مشاور قاره‌ای و دارالتبلیغ، کل این ساختار اطلاعات و همه تشکیلات بقای اطلاعات رو میده به این کانال، میره تو اسرائیل، اونجا تبدیل به نقشه میشه، برمیگرده در راستای براندازی. به دنباله میفرمایند که اما صرف نظر از این تفاوت، چالش قائمین به خدمت در تمام محدوده‌های جغرافیا.
قائمین به خدمت. خدمت در راستای براندازی، در راستای اجرای نقشه. خدمت یعنی نقشه، خدمت یعنی نوکری و مزدوری در واقع نهاد قدرت در اسرائیل که بیت العدل زیر نظر موساد داره فعالیت میکنه تو کشور شما. قائمین به خدمت یعنی مزدوران نیابتی موساد. قائمین به خدمت یعنی مزدوران در واقع نیابتی اسرائیل توی ایران و اقصا نقاط عالم، تو تمام محدوده های جغرافیایی. اون محدوده های جغرافیایی خدمت شما ارسبت که یادتون نره، اون محدوده های جغرافیایی مهم بود که من یه بار نشون دادم خدمت. یک وجه مشترک داره. تمام اینا یه وجه مشترک دارن تو کل دنیا. اون وجه مشترک هم قرائت منطقه است. وضعیت موجود رو بسنجن، بعد اینجا این پرانتز رو وا نمیکنه که بفرستن اسرائیل، تو اسرائیل به اینا خط بدن، بر مبنای اون خط نقشه رو ادامه بدن بیاد جلو. ببین اینجا رو تزویر میکنه، نمیگه کی اینجا رو گفته. من تو پیام بیت العدل براتون گفتم و اونم این است که باید واقعیت‌های محدوده جغرافیایی خود رو قرائت کنند و از خود سوال کنند که با توجه به امکانات و الزامات موجود اهداف مناسبی که در دوره یا دوره‌های آینده یعنی تو نقشه بعد یا دوره آینده من باید چی کار کنم؟ الان قرائت منطقه کنم، همونی که اون خانوم گفت. آقا این قسمت باز همه قسمت های من مهمه باز یه جهتی مهمه، یعنی جوهر اقدامات اطلاعاتی در راستای نقض حاکمیت ملی، سلب تمامیت ارضی کلیه کشورها. خدای بهائی‌ها که 15 سال تو رزومش خدایی بر بهائیان رو تجربه کرده، او داره میگه، کسی که اینا رو نوشته، کسی که هم مجری اینا بوده، مشاور قاره‌ای بوده، قرائت منطقه کرده، اصلا مسئولیت سازمانی ایشون در آفریقا قرائت منطقه بوده. خودش داره میگه من واجب این کارا رو کردن و این کارا رو نکردن تو آزاد باید یه جوری این کارا رو بکنی. جلسه گذشته دیدید دیگه، هر جوری دوست داشتی این کارا رو بکن ولی آزاد نیستی این کارا رو نکنی. یعنی قرائت منطقه، لازمه تبلیغ قرائت منطقه است. باید، و خود ایشون اینجا داره اعتراف میکنه تو زامبیا و گامبیا تو پوشش سازمان ملل تور اطلاعاتی عجیب غریبی خودش و زیر مجموعه‌ای که درست کرده پنگ کرده تمام اطلاعات زامبیا و گامبیا و خلاصه قاره آفریقا رو تو پوشش خاروبار جهانی سازمان ملل، اون بحث کشاورزی، همه رو فرستاده اسرائیل. حالا این شرکت های اسرائیلی دیگه راحت نمیدونن الان باید کجا سرمایه گذاری کنن کجا نکنن. آقای کمال آبادی میره سرمایه گذاری میکنه به شکل گسترده در ببین حرف گوش کنید. آقای کمال آبادی که بلند میشه میره توی آفریقا به شکل گسترده‌ای تار و مار میکنه، بحث‌های تجاری رو میره جلو. آیا از اون اطلاعاتی که قرائت منطقه‌ای که ایشون کرده استفاده نمیکنه؟ بعد شرکت‌هاش موفقن، یعنی در واقع مشاوره که میده به شرکت‌های چینی بر مبنای این اطلاعات نیست. این اطلاعات رو اینا هم به هر جا که پول باشه میدن. حالا اسرائیلیا فکر نکنه. یعنی اینجا الان بدونید موقعی که ایشون دار و ندار آقای کمال آبادی برای چی موفقه تو چین؟ یعنی اتفاقا اسرائیلیا باید دهن اینا رو سرویس کنن. سیا باید دهن اینا رو سرویس کنه، چون مگر اینه که اون نظام سلطه کلا مال خودشونه، یعنی اونی هم که تو چینه همین گلوبالیستای آمریکاییان که رفتن اونجا، مگه اونجوری توضیح بدیم؟ وگرنه اول آخر آقای کمال آبادی ایشون رو اگر واقعا بین بنیانگذاران نهادهای اقتصادی چین و آمریکا و نمیدونم جاهای دیگه اگه واقعا اون بالاها با هم ارتباط داشته باشن که خب اینا نوکر یه ساختارن، نداشته باشن، باید اول و آخر این آقا رو هم موساد هم سیا باید یکی کنه. مردی که تو قرار بود به اطلاعات بدی به ما. این داستان چیه تو چین که توی آفریقا همین جوری توی همین 3-4 روز، مثلا توی 1-2 هفته اخیر و مخصوصا 7-8 ماه اخیر
وزرای دفاع کشورهای آفریقایی اومدن جلو آقای کمال آبادی بالا زدن به خاطر سرمایه گذاری های وسیعی که چین اونجا داره انجام میده. توی خدمت شما عرض که اون موگاوه تو کشورش شب یا صبح بابا رو ور میداره کودتا میکنه. آقای کمال آبادی تو زیمبابوه بود کجا بود و شب پسرشو میذاره جای او. چجوری تو یه دفعه یه حکومتو مسئولشو بر میداری یکی دیگر رو میذاری سر جاش؟ بعد شرکت های چینی اونجا راحت شروع میکنن کار کردن، الماسای اونجا رو خالی میکنن بدون رعایت موازین بهداشتی و سرطان موج میزنه. برید نگاه بکنید بعد اون قرار اینا، بعد حضور چین توی اون کشورها باید واقعا کشور با هم باید مراقب باشه. آقا ما چین با همدیگه در واقع همکاری راهبردی داریم ولی باید مراقب باشی نخوری بلایی که تو زیمبابوه سرمون آورد سرمون نیاره. بندن اعتراضی نداره، ما باید ببینیم منافعمون چیه و طبق منافعمون عمل بکنیم ولی باید مراقب باشیم. چنانچه مراقب هم هستن فقط باید همون اتفاقی که توی خلیج توی اینا نباید من برم تو خلیج فارس اون کشتیایی که ماهیگیری بودن سپاه اومد وسط جلوی اینا رو گرفت. اومد گفت آقا تو دارو نداری داری میبری صیادای ما گشنگی دارن میمیرن تو یه دفعه اومدی کلا جارو میکنی داری میری؟ نه با هم دیگه همکاری میکنیم فقط مراقب باشیم رکب نخوریم. و این آقا کمال آبادی تو هر واسطه گری باشه عزیزان مراقب باشید. تبلیغ برای اینا واجبه. اعتراف خود کمال آبادیه که تمام شرکت ها یعنی امر صدای خودشه لذا مراقب باید باشیم. این اطلاعات ها حالا اینا هی رفتیم این شاخه اون شاخه تمام این اطلاعات در اختیار اولین استفاده اینها در عرصه اقتصادیه و رمز موفقیت آقای کمال آبادی در قاره آفریقا و قراردادهای سنگینی که چین با کشورهای آفریقایی الان داره میبنده اینه. ولی خب کمال آبادی این وسطه هم چینی‌ها باید مراقب باشن که رکب نخورن از این ساختار در واقع اطلاعاتی اینها، چون اطلاعات رو به اونا میده به رقیبم میده. مراقب باشن اینا هر جا منافعشون اقتضا بکنه اونجا میرن و داستانشون اونجا اجرا میکنن. یعنی در چند ماه و یا در سال آینده باید دنبال بشه نهاد و الزامات موجود اهداف مناسبی که در دوره یا دوره‌های آینده، یعنی در چند ماه و یا در سال آینده باید دنبال بشه کدومه؟ خب با همین حد کفایت میکنه. خیلی مطلب گفتم، یعنی 22 دقیقه شده، حداقل 500-600 ساعت بنده مطالعه کردم. حاصل اونا این 22 دقیقه رو که توضیح دادم شده. یعنی اون لینکی که حالا توی حتما به این لینک عزیزان مراجعه بکنن، زیر این پست من میذارم. خدا نگهدار.